سلام بچه، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من اسمم بوز بلکه و خیلی خوش اومدید به این ویدیو که دوباره دارم میگم. و بچه اومدم سنس و بیسیک و دیگه اتچمنت ها رو بهتون بدم. اول اتچمنت ها رو میدم و سنس و بیسیک رو باید بهتون میدم دیگه. و بچه حمایت هم کنید، دمتون گرم، به من و به رفیقاتون. بعد دیگه اکانت هم داشتین دیگه، منم سابسکرایب کنین و خیلی ممنونتون میشم. واقعا بهتون بگم به این سنسه روی اسنایپ همه چی تاثیر میذاره. شارژم تمام شد. و آره دیگه روی سنس و اینا همه که اولین چیزی که تو برای پرو پلیر شدن میخوای سنس و بیسیک خوبه، برای شاتگان، برای رایفل، برای اسنایپ، اینا خیلی خوبه. و آقا لایک و ساب کنین، زنگوله بزنین، هر دو روز ویدیو آموزشی داریم. و حالا دیگه حالا سرتون دیگه درد نمیارم، میریم برای اینکه اول اتچمنت رو بدم. خب بچه ها اول اتچمنت رو میدیم، اینو درست کنم اسکرین رو. اولین اتچمنت 123. آقا این برای کسایی که اپیک دوست دارن خیلی خوبه و برای سریفتر متیک رایگان هم هست. برای همه متیک ها هست دیگه، دو تا متیک بیشتر نمیده ولی این بهترینشون برای متیکش. بعد دیگه میریم سراغ دوم اولمون که HS. بچه این HS منه و ندیدیم من با این چه شات های میزنم. خوبه دیگه، خوبه. و اینم اتچمنت دومم که من کم با این بازی میکنم، با اینکه خوبه ولی من اونو بیشتر ترجیح میدم. و میریم برای لود دوم البته که این دیل که گلد اکانت عوض کردم دیگه، تاق زدم. آره این اتچمنتشه دیگه. خب میریم برای لود سوم که کیلو سرچه. بچه هر کی گفته به خدا کیلو سرچه و متیکش خوب اصلا بدن بیرون. آقا من با این میرم پلی میدم، یعنی انقدر خوب بازی میکنم باش به خدا. معمولی شو اصلا بزنم. آقا خیلی خوبه کیلو سرچه دیگه، توی یکی از ویدیوم بعدم میارم. آقا اینم کریمه، داشت کریم، خیلی خوبه، وان شات کردنش 100. بعد میریم برای لودات آخر. این اتچمنت رو هم بزنم، این اتچمنت رو کن، اینا واجبن. بعد میریم برای لودات پنجم هم که اینم 117. آقا اینم همونه ولی فرق میکنه دیگه، فرق میکنه. خیلی خوب بچه‌ها، این دستش ندین. این لوداتایی که من میگم بچینین. آقا میریم سراغ سنس. بدون سنس که میتونم بگم همین دیگه، دنس قلب داشت. بچه تو قلب منی، سابسکرایب بزنین دیگه، دمتون گرم واقعا. آقا زنگوله هم بزنین. الان سنس بیسیک هم بهتون بدم. سنس بیسیک آقا این سنس بتل با مولتی اشتباه نگین، این بتل بچه، این سنس بتل. آقا اشغال کنین و آقا به سنس کلان دست نکنین. برای کسایی که دلشون میخواد دستی کنن، دستی خودشون بچینن، من واسه خودشون سنس دستیمو خودمو میدم. این حداقل تو میگم یه روز باش کار کرده بودم. آره اینه سنس بیار یا همون بتل من. خیلی ببخشید که تون میزنم، خب چیز دیگه سریعا میخوام ویدیو رو چیز کنم بهتون نشون بدم. شما من نه وقت من طرفش نه وقت شما. آخه اشتباه شده دستم خورد. آقا میریم بتل. آقا بیسیک بتل ها اینا همه اصولی. آقا اینا همه اصولی، اصلا دستکاری نکنینش دیگه. اینا رو دادم مثلا نکن تو 5 تا 13 برو بالا. هیچی بابا، فقط تنظیمات اصلا نکن. ببینین یه چی رو زدین، اگه دیدین خوبه
کلا دست نکنین تا آخرای سیزن رو تا اصلا نکن تا کلا اصلا چیز نکنین تا یه قابلیت جدید. بچه اینو اصلا آف نکنینش، این خیلی چیزه بچه. اینا همه رو صفر بذارین. این اکتیویژن بی پدر دستکاری میکنه. در این نامبر هم رو صده برای هم چیز کنین دیگه. همین دیگه بچه. این ژیروسکوپ بچه این آف نکنینش، این بهتون ایم اسیست نمیده، بذارین رو وسط بهتون ایم اسیست میده دیگه. و این هم بود از این ویدیو خفن امروز. همه واسه تو میذارم دیگه هر سیزن. و ممنون دیگه، خدا حافظ.